میدونستید که از مقوله های بسیار اساسی که قبل از انتخاب شریک عاطفی باید بهش دقت کنید نوع وابستگی شریک عاطفی به خانواده‌شه. 2 مدل وابستگی داریم: وابستگی مالی، وابستگی معنوی. وابستگی مالی یعنی همسر شما، شریک عاطفی شما به پدر خیلی وابسته است، به مادر وابسته است و اگه اونا از لحاظ مالی شما رو در مضیقه قرار بدن، به قول معروف شما نمیتونید گلیمتون رو از آب بیرون بکشید و زندگی شما به چالش میرسه. وابستگی دوم وابستگی معنویه. افرادی که خیلی به خانواده چسبیدن، بدون اجازه اونا هیچ تصمیمی نمیگیرن. میدونستید این 2 تا وابستگی پایه‌های رابطه عاطفی شما رو خرد میکنه، باعث تنش میشه، باعث اضطراب میشه. خواهش میکنم اگر متوجه شدید شریک عاطفی شما این وابستگی ها رو داره، اول درمان کنید، بعد وارد مراحل بعدی اساسی زندگی بشید، چون واقعا زندگی شما رو با شکست مواجه خواهد کرد.